بزرگترین نعمت الله همین است که قلبت همیشه در یاد الله سبحانه و تعالی زندگی میکند. بدون رو به الله میگذاری، همیشه الله را در ذهنت داری و هر عبادتی که میکنی گویا الله را میبینی. و این اول سرشوی کار این از آموختن علم است، زیرا که حق رو اگر نآموزی از کجا حق پیروی میکنی؟ از کجا به خاطر حق مبارزه میبری؟ الحمدلله الحمدلله اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر. ای کاش قلب‌های ما را این گمراه گشته ها دیده می توانستند که چقدر خوشبخت و سعادتمند است. الحمدلله که الله سبحانه و تعالی این چنین دینش را به ما ارسال کرده و الحمدلله که ما را امت این رسولش قرار داده و الحمدلله که فهم این دین را به ما نصیب کرده. این دین دین رحمت است، دین خوشبختی است، دین سعادت است، این حق است و عاقبتش جنت است. الله چگونه که در این دنیا ما را موفق به حق کردی و قلب‌های ما را خوشنود و سعادتمند قرار دادی، ما را همین گونه ثابت تا آخر مرگ زنده نگه بدار و لا اله الا الله وفات کردن و شهید شدن را نصیب بکن. همان گونه در روز آخرت دیدن جمال خودت را به ما نصیب بکن. به شفاعت رسولت محمد علیه الصلاة و السلام ما را نصیب بکن. الله را شب و روز دعا کنید، آرزوی خوب کنید، امید خوب کنید، ناامید نباشید. الله سبحانه و تعالی خیلی هم غنی و بی‌نیاز و بای هست. هر چیزی که طلب کردید الله میدهد و برای الله هیچ این در ملک الله تاثیر نمیگذارد. گمان خوش داشته باشید. توکل به الله کنید، ثابت قدم باشید، توحید منتشر کنید، حق منتشر کنید. هر یک که شما مبارز باشید، بی‌طرف نباشید، حق باطل بینش جداگی اندازید، جدا کنندگان باشید، فاروق باشید. فرقان یکی از نامه‌های قرآن فرقان است، عمل کننده با فرقان باشید. این بود یک نصیحتی کوتاه در مدت این دو هفته که نبودیم. ببینید اینقدر در این مدت باز کتابخوانی و کتابکاوی و نوشتن که چقدر حقایق باز زیادتر و روشنتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر می شود. الله اکبر. الله اکبر. یک 5-6 سال پیش ما وقتی که به یک ایده از حزبی ها بحث و مناظره کرده بودیم، آنها را شکست دادیم. شیخ ابو عبدالرحمن حفظه الله شاهدان همراه بودیم، 2 نفر. بالاخره آنها شکست خوردند، حزبی ها شکست خوردند و گفتند که شما حقید. ما گفتیم پس چرا شما اگر ما حق باشیم انا شکست خوردید، شما ما را حق میگید، چرا همراهی ما نمیشید؟ میگن که گفتند که شما تنهایید، یعنی بیکسید. یک دوم، شاید در آینده حالا شما جوانید، در آینده باز فکرهایتون را عوض میکنید. ما در میگفتیم که دین این اعتقاد ما اجتهادی نیست، این دین است. برعکس یقین میکنیم. آنها در حیرت میمونند که چخیل. ببینید از آن روز تا امروز در همه همون مسائلی که ما با اون مشرکین بحث و مناظره کرده بودیم، یقینمون ده ها صدها مراتب باز زیادتر شده است. دلیل هایمان زیادتر و قویتر و روشنتر و واضحتر و قطعی تر شده است و خودمان باز یقین تر شده است. الحمدلله. اگر کم بوده باشیم در اون روز، امروز
هزارها نفره. این رحمت الله است سبحانه و تعالی. همه این را ما باید از الله دانیم. این از الله است، این رحمت الله است. ما گمراه شده ها را تحقیر نکنیم، آنها را مسخره نکنیم، بلکه به آنها به تمام ملایمی، آداب و اخلاق حقیقت را رسانیم. حقیقت را رسانیم. من اهل حق هستم گفته کبر کردن عاقبتش گمراهی است. من اهل حق هستم گفته دیگرها را نظرگیری نوکری کردن و مسخره کردن خودش گمراهی است. این حقی که به شما رسید به دیگرها رسانید. شب دعا کنید که الله سبحانه و تعالی حق را در شما و شما را با حق نگه دارد. این است نجات. بارک الله فیکم. برگر